وقتی در عمل کرده ما یک عملی از ما سر میزنه، آیا بلا فاصله اونمو ترس به عذاب واقع شدن الله متعال در قلب ما زنده میشه، یا اصلا این احساس گاهی وقتا در قلب انسان میمیره؟ و ابو تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که قلب انسان به مثابه یک شیشه صاف هست و هر گناهی در او یک سیاهی را ایجاد میکنه و زمانی که این گناه زیاد میشه کل قلب را میگیره. بعد از اون دیگه انسان احساس گناه در قلبش میمیره، احساس گناه در قلبش میمیره. و وقتی که احساس گناه مرد یعنی چی؟ یعنی پروردگار را نسبت به اعمال خودش و نسبت به حالات درونی خودش آگاه تصور نمیکنه، فکر میکنه الله کتبه چی کار داره. خیلی از مردم با اینمی نوع از مغالطه بازی و وسوسه شیطانی با خودشان خود را فریب میتن. بسیاری از عقاید خطرناک در دل خود دارن و به دنبال حل کردن اوضو نیستن. خیلی از شبهات بسیار خطرناک نسبت به الله، نسبت به قدرت الله، نسبت به وجود الله، نسبت به حقانیت دین، نسبت به حقانیت رسالت، همه شبهات در قلبشان هست. نسبت به اینمی خیلی بی‌احساسن، در حالی که اصل ایمانشان را به خطر واقع میکنه. به خاطر اینکه فکر میکنه دیگه برو اون مردم خود مرا ظاهرا مسلمان میدونن، پیش خودش هم این رقم میگه و گاهی وقتا هم نوع فرار میکنه از واقعیت موجود در قلبش. نسبت به یک مفهوم دینی عقیده نداره، عقیده درست نداره نسبت به اون، اما خود قناعت میته به گونه ای که خب برو خیر، مشکل خاصی وجود نداره. به این خاطر این امر خیلی خطرناک است و بالای یک انسان مسلمان لازم است همیشه باید مفاهیم دینی را اول در قدم اول همیشه باید مفهوم علم نسبت به مفاهیم دینی را بفهمه، خصوصا او عناصری که در همه حالات وجود می داشته باشه. شما ببینید اگر یک نفر یک حکم شرعی خاص را نفهمه، ضرر نفهمیدنش تنها در اون مورد مشخص خلاصه میشه. مثلا اگر یک نفر احکام قربانی را نفهمه، قربانی از پیشش خطا میشه، اینمی عمل از پیشش باطل میشه. اما بعضی از مفاهیم دیگه هست که در هر حالات اونا دخیلن. مثلا اخلاص، هیچ عمل باطنی و ظاهری در دین نیست مگر ای که حتما باید با او اخلاص باشه. پس اگر یک نفر اصل اخلاص را نفهمه، همه اعمالش در خطر است، حتی ایمانش در خطر است.